اخلاق حمیده انسانی محمد صلی الله علیه وسلم مشرکه های بت پرست در مکه و یهودی ها را در مدینه رشک می آورد، برشک می آورد. یعنی چه خیلی می گفتن که محمد همین خیلی با همین الفاظ محمد توی گوسفندچران به چیزی نبودی، پدر ندیدی، مادر ندیدی، تو یار و برادرها را ندیدی، استاد نداشتی، معلم نداشتی، اینقدر ادب و اخلاق حمیده انسانی را در تو کی آموزانی؟ تو اینقدر یکم مکتب نخوندی، یکم از هیچ کس استفاده نبودی. ما میدونیم مردم ما امکی هایی که ابو جهل میگفت، ابو لهب میگفت، امیه ابن خلف میگفت، دیگرها میگفتن ما امک بچه ها میدونیم که تو یک گوسفندچران به چیزی نیستی، لیکن اینقدر ادب و علم و معرفت و انسانگری را از کجا آموختی؟ رسول الله میدونی چی جواب گفت؟ گفت ادبنی ربی فاحسن تعدیب، بهترین ادب آموز من ربی من است. در کوچه میشینی آدمی گذشتگی را مسخره میکنی، آدمی گذشتگی را پشت میخپی، دامانش میخپی. در این کوچه اگر در 100 آدم بذاره از 100 کار و کردار همین آدما حرکت میکنی با خبر باشی، از تو دیده منافق‌تر کسی نیست. کسی اگر جوانای عزیز در کوچه میشینه، اگر ما میبینیم بسیار وقت در کوچه شما میگذاریم، همین بچهای مسجدی هم هستن، همین بچه‌ای که نماز خوان هم هستن، در کوچه اگر میشینه، اگر والله اگر گناهی کسی را میکابی در کوچه میشینه، عیب یه بنده خدا را جستجو میکنی، فلانی چنین است، فلانی چنان است، فلانی چی این کار کرد، فلانی اون کار کرد، ای تو دیگه منافق کسی نیست. عیب خود ابله نداند در جهان، دائما جستن در عیب کسان. اول تو خودت نگاه کن بنده خدا، اگر حقی راه داده میتونی طبق دستور پیغمبر صلی الله علیه و 20 حقی راه چی است؟ زکات راه، امر معروف نهی منکر. در راه میستی لقلق بیهوده نکن، یک کس نصیحت کن. میبینی آدم همین پیشوی مگزینا رو نگاه که این دستی شکستخری ناسوکنی دیگر گذشته نمیشود. همه شما بچه مسلمانه، همه شما بعض نمازخوان و مسجدی هستید. بازی من گفتم شریعت چی است؟ پاکی و پاکیزگی. طهارت چی است؟ پاکی و پاکیزگی. تو خود طهارت میکنی، میره بجرد شیمسکه میگیری چی پرو میکنی. من مسلم یا رسول الله، کی است مسلمان؟ این مردم همه خودش مسلمان میگیرن. کی مسلمان؟ کی را بگه مسلمانی کامل؟ من سلم مسلمون من لسانه و یده. بهترین مسلمان همون مسلمان است برادران عزیز من که از دست و زبان او مسلمان دیگر مسلمان ها در کوچه و در کارخانه و در بازار و در خانه در امان باشند. از فعل مسلمان، کردار مسلمان، ادب مسلمان، اخلاق مسلمان. بنابراین این دین انسان ساز است. بچه هایی که شما مسجد میبیایید، جوان هایی که شما نماز میخونه، جوان هایی که طهارت میکنه، دیگر موسفیدا رو کاردار نیستن، چون موسفیدا یک دو تا موندن امروز فردا اینا میرن از بین من شما دین به همه خوبی هاش استفاده بره. در بین دین و دینداری و مسلمان ها الگو باشه جوان های عزیز. هر کجای میره، در هر نقاط زمینه، اگر وقت دعوای مسلمانی میکنه چیه؟ باید خوبتر زندگی کنه، ادب و اخلاق باشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم در عرب به دنیا آمد، در حالت به دنیا آمد که کل مردم عرب کافر بود، یک تا کلمه به اقلا نبود و مردم هم در دین شرک ها در یک مکه مکرمه داخل بیت الله الحرام 360 بود. هر یک قبیله به خودش یک بوتی داشت، نامهای گوناگون کردیم. و اگر مردم دینهای آسمانی اگر بالفرض و تقدیر عبادت میکردن، دین حضرت ابراهیم بود. رسول الله خودشان پیش از آن که پیغمبر شد در دین ابراهیم خدا را عبادت میکرد در حالت جوانیش. لیکن او را وقتی پیغمبر کرد خداوند در سن 40 سالگیش، ادب و اخلاق حمیده انسانی محمد صلی الله علیه وسلم مشرکه های بت پرست در مکه و یهودی ها را در مدینه رشک می آورد، برشک می آورد. یعنی چه؟ می گفتن که محمد همین خیر و همین الفاظ محمد توی گوسفندچران به چیزی نبودی، پدر ندیدی، مادر ندیدی، تو
یار و برادرها رو ندیدی، استاد نداشتی، معلم نداشتی، اینقدر ادب و اخلاق حمیده انسانی را در تو کی آموزانی؟ تو اینقدر یکم مکتب نخوندی، یکم از هیچ کس استفاده نبردی. ما میدونیم مردم ما امکی های تیم، ابو جهل میگفت، ابو لهب میگفت، امیه ابن خلف میگفت، دیگرها میگفتن ما امک بچه ها میدونیم که تو یک گوسفندچران به چیزی نیستی، لیکن اینقدر ادب و علم و معرفت و انسانگری را از کجا آموختی؟ رسول الله میدونی چی جواب گفت؟ گفت ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، بهترین ادب آموز من ربی من است، پروردگاری من است. بنابراین خداوند هیچ پیغمبر از ادب و اخلاق در کتاب‌های آسمانیشان چی تعریف نکرد مگر محمدی زیبا صلی الله علیه وسلم. پیغمبری من و شما را ادبش در قرآن آیت به آیت تعریف میکنه. چی میگه؟ و انک لعلی خلق عظیم، تو را ما دارای خلق عظیم کردگی هستیم که هر کسی بینه چی رشکش میکنه. در روایت ها میخوانیم در مدینه منوره رسول الله صلی الله علیه وسلم به خاطر خرید و فروش خانواده‌شان بازار رفتند. بازار در آمدن چیزی برای خانواده زن و کودکاشان خرند. یک کمپیرک یهودیه پیری فرسوده چیکار میکنه؟ او را بار خرید است، یک چند تا بار خرید، میخواست به خانه‌ش برای سبب بارش از بین قوت نداشت کمپیرک. رسول صلی الله علیه وسلم خودش برای همون کمپیر گرفت، گفت مادر جان من همین بار شما را تا خانه‌تان برام. کدام شما در راه میشینه یه آدم یک باری از بین گیره برو همون را چی بگیری تا خانه شما بره؟ کدام شما این کارا میکنه؟ کدام شما این مردم به پیشتون میگذاره سلام میتیه؟ عیدت عیدت سلام میتیه، بعد صد که سلام نمیتی، ابرو تعلیمه میکنی. با سلام فرض خدا است، سلام شعار اسلام است، آبروی مسلمان سلام است، سلام عبادت است. برادرای عزیز سلام خدا جان نمیتی، چی جایی که باری رو بگید تو بره؟ رسول الله که نداد. رسول الله آمد نزد زن یهودی، گفت مادر جان بارتون تا خانه‌تون برو. گفت عجیب، در مردمی عرب خیلی بچه نیست، او چنان تکبرن مغرورن که اونا همون بند پتیکه خودش نمیبندن. چه خیلی گفت شما از همین عربه؟ گفت بله منم از همین قوم عرب. گفت خیلی باشه. رسول الله گرفت، رسول الله سفیر خدا وزیر خدا محمد ابن عبدالله باری کمپیره گیر تا خونش بود. وقتی در خونش در آورد ماند و بازگشت، کمپیره گفت که بچه جان بیست، گفت من بالا غلام نباشی، یکان ارواکش بازار نباشی، یکان سمکت بودیم موزیکاری. گفت نه مادر جان من به خاطر مادر بودن این خدمت برای تو کردم. خیلی گویا نصیحتت کنم. گفت باشه نصیحت بکن. گفت نصیحت همینه که آیا خبرداری که در مکه مکرمه غلغله میگم پیغمبر آخر زمان به دنیا آمده است، فلان میامدن در مدینه منوره غلغله، میگم پیغمبر آخر زمان از مکه به مدینه آمده، همین غلغله ها شنیده ایستاده ای؟ گفت بله. گفت بچه جان گفت آگاه باش، پیش قپه ایده نخوری که از این دیگه ساحرتر از محمد دیگه جادوگرتر دیگه کسی نیست. سحر و سنان به خود است که هر کی که یه بار صحبت کنه علاکه در سحر امید راید. محمد ساحر است، احتیاط که در سحر او وانخوری. رسول الله آبی چشم از چشم مبارک سرشار ریختن گیرید. این مادر دید که رسول الله میگیرید، گفت که بچه جان گفت آیا اگرم که به خطا زدم که تو گریه میکنی من نصیحتت کردم؟ گفت نه مادر جان من دلم برای تو میسوزد. گفت چرا دلت برای من میسوزد؟ گفت همون محمدی که تو نفرت داری از او، مردم از رسالت من میکنی، همون محمد منم. گفت که باری که از خانت از بازار تا خانت آوردم. گفت محمد این عدد تو که آموختی باری یک زن از خانش بوی از بازار تا خانش بیاری؟ گفت ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. من مادر ندیدم. گفت مادر من پدر ندیدم. گفت تعلیم و تربیه و راحت و لذت مادر دیدگی نیستم. خدا من میگم والدین احسانا، و پدر و مادر نکویی کنه، من به این خاطر تو را نکویی کردم، احسانت کردم. گفت کلمه من عرض کن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. در حال مادر مسلمان شد، خودش در آغوش رسول الله پرداخت. این ادب است، این اخلاق است.
بنابراین بچه مسلمان شما عزیزان باید خوش ادب باشه، باید خوش اخلاق باشه، کلانترها را حرمت کنه، پدر و مادرها را حرمت کنه، پدر و مادرها را عزتداری کنه. آنهایی که پدر و مادرها را حسب الله بهترین نعمت در دست است، احترامش را بجا بیاره. آنهایی که پدر و مادرها مردن در حقش دعا کنه. دعا کردن هم احسان بر پدر و مادر کردن است. دعا کردن هم خوبی کردن در حق پدر و مادر است. در جوانی دار پیران را عزیز تا عزیزی دیگران گردید کنید. عزیزان من، بچه جوان، برادرای عزیز من، اگر شما در این سین جوانی از سین جوانی ادب می‌آموزه، اخلاق داره و کلام‌ها را احترام میکنه، در حالت پیری شما را دیگرها احترام میکنن. مؤذنم آمد، وقت شام شد، از خدای بزرگ میخوام که خداوند همه ما شما را موفق و مؤید و سربلند میگرداند، عاقبت کارمان را بخیر، ایمان را به سلامت، توفیق بندگی و ترک معصیت نصیب ما بگرداند. همه فرزندان ما را دارای ادب و اخلاق نیکو خدا نصیب ما بشه. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم برحمتک.